سرخط خبرها. ناکامی تلاش ها برای منزوی سازی امارت اسلامی. مولوی عبدالکبیر میگوید که منزوی کنندگان امارت اسلامی خود منزوی شدند. هغه څوک چې غواړي چې موږ د انزوا خواته بوځي هغه په خپله په انزوا کې قرار لري. تاکید مجدد وزارت عدلیه بر جلوگیری از غصب زمین. این وزارت میگوید که در سال روان بیش از 1 میلیون جریب زمین استرداد شده است. 1,230,967 جریب زمین غصب شده تنها در سال 1404 هجری شمسی استرداد شده است. هشدار وزارت معادن و پترولیم به استخراج کنندگان غیر قانونی معادن. سخنگوی این وزارت میگوید که با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. و اتهام ایران به امریکا و اسرائیل درباره اعتراضات. مقام‌های ایران میگویند که این دو کشور با ایجاد ناامنی زمینه حمله به ایران را فراهم میکنند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز جمعه 19 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 9 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبرها. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و اودرد کنندگان در سخنرانی در یک گردهمایی در خوست گفت که امارت اسلامی با اتخاذ سیاست خوب از انزوا نجات یافته است. مستخبر گربه سخنگوی ولی خوست میگوید که مولوی کبیر در این گردهمایی گفته که امنیت سراسری در کشور تامین است و کسانی که تلاش میکردند امارت اسلامی را منزوی کنند اکنون خود منزوی شدند. هغه خلک چې کوشش کوي چې اسلامي امارت د انزوا په طرف بوزي په میدان کې ځان ته پرېږدي. نن د اسلامي امارت د ښه سالم سیاست له برکته د دنیا سره د موږ روابط هغه حد ته رسېدلي د دې په عوض چې موږ خلک کونج ته کې خلک هم کونج ته کړي دي. هغه څوک چې غواړي چې موږ د انزوا خواته بوځي هغه په خپله په انزوا کې قرار لري. دنیا په بې اعتماده ده. سیاست باندې هم اعتماد لري. پوهېږي چې د پیسې خلک یې که چا پیسې کړلې د هغې سره مشنعي را روان ده. نه مسلمان اعتماد پکوي نه کافر اعتماد پکوي. اسلامي امارت هغه نظام دی چې د دنیا مسلمانان کفار ورنه مطمئن دي چې داخل د وعده و د وفا خل دي. سخنگوی وزارت عدلیه میگوید که در سال روان خورشیدی بیش از 1,230,000 جریب زمین غصب شده دوباره به ملکیت دولت بازگردانده شده است. او به خبرگزاری آفاق گفت که زمین‌های استرداد شده شامل زمین‌های زراعتی و ساحات رهایشی است. گزارش از نسترن امیری. به دنبال فعالیت‌های کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده، سخنگوی وزارت عدلیه به خبرگزاری آفاق می‌گوید که در سال 1404 هجری شمسی بیش از 1,230,000 جریب زمین غصب شده دوباره به ملکیت دولت بازگردانیده شده است. زمین‌های استرداد شده شامل زمین‌های زراعتی و نیز ساحات رهایشی می شود که تحت غصب یا تصرف افراد و اشخاص قرار داشت. از این میان موازی 1,230,967 جریب زمین غصب شده تنها در سال 1404 هجری شمسی استرداد شده است. برکت الله رسولی همچنین افزود که حدود 13 میلیون جریب زمین علفچر در ولایت‌های فاریاب و بادغیس تثبیت و در بانک زمین ثبت شده و روند بررسی علفچرهای آمد در سایر ولایات کشور نیز ادامه دارد. علفچرها توسط این کمیته در ولایت‌های فاریاب و بادغیس بالاتر از 13 میلیون جریب زمین علفچر در این ولایات تثبیت گردیده و در بانک زمین ثبت شده است. در همین حال شمار از آگاهان نیز بازپسگیری زمین‌های دولتی را یک اقدام ضروری و در راستای حفظ منافع عمومی می‌دانند. دولت زمین‌ها و ملکیت‌های که غصب شده از سوی بعض افراد یا گروه‌ها چی متعلق به دولت باشه و چی متعلق به افراد و خانواده ها یک روند مثبت است، یک کار خوب است، اما ملاحظاتی در این مورد وجود داره. باید روند بازپسگیری یا استرداد و استملاک این املاک نباید مسائل سیاسی و قومی در نظر گرفته شود. وزارت عدلیه همچنین اعلام کرده است که این کمیسیون از زمان ایجاد تاکنون نزدیک به 4 میلیون جریب زمین را پس از بررسی و تثبیت اماراتی بودن در سراسر کشور استرداد کرده و به ادارات مربوطه تسلیم داده است.
نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل به انتقادها در شبکه‌های اجتماعی درباره نصب لوحه‌های ترافیکی و تابلوهای آدرس‌دهی مکان‌ها واکنش نشان داد. او گفت که ترجمه نام‌های خاص فارسی حقیقت ندارد و عکس‌های نشر شده جعلی است. او در بخش از سخنانش ساخت ساختمان 100 طبقه‌ای در کابل را نیز دور از حقیقت عنوان کرد. وزارت معدن و پترولیم اعلام کرده که از این پس استخراج معدن بدون جواز رسمی غیر قانونی بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. سخنگوی این وزارت گفته که مواد معدنی که به گونه غیر قانونی استخراج شدند تا 6 ماه آینده ثبت می شود و پس از در نظر گرفتن حق الامتیاز شرکت ها در ولایت های مربوطه اجازه انتقال و صادرات به آنها داده می شود. گزارش از اناهی تندر. وزارت معدن و پترولیم اعلام کرده که از این پس استخراج معدن بدون جواز غیر قانونی و جرم محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. سخنگوی این وزارت گفته است که از امروز تا 6 ماه آینده تمام مواد معدنی که به گونه غیر قانونی استخراج شدند ثبت می شوند و با در نظر گرفتن حق الامتیاز شرکت ها در ولایت های مربوطه اجازه صادرات و انتقال آنها صادر خواهد شد. در این خبرنامه همچنین هشدار داده شده است که در صورت عدم ثبت این مواد در زمان تعیین شده دیگر اجازه ثبت و انتقال داده نخواهد شد. د اعلامیې په خپلولو سره قانون پټرولیم وزارت یو ځل بیا ټولو معدنکارانو ته یادونه کوي هغه مواد چې استخراج شوي دي دوی مکلف دي چې د 6 میاشتو په موده کې د قانون پټرولیم وزارت سره ثبت کړي او رویالټي تحویل کړي. البته د 6 میاشتو وروسته په هیڅ صورت باندې هیڅوک نشي کولای چې کاني مواد خرڅ کړي یا د انتقال غوښتنه اجازه وغواړي. وزارت معدن محترم معدن کوشش بکنه و شرکت‌های خصوص شرکت‌های چینی که اکثرا کوشش میکنن که افرادشان از کشورهای خودشان بیارن باید در داخل زمینه اشتغال بر مردم مساعد شود و داخل از نیروی متخصص نیروی کاری استفاده صورت بگیرید طرف زمینه اشتغال بر مردم مساعد شود. همزمان شمار از آگاهان باور دارند که واگذاری پروژه‌های مدنی به افراد داخلی یا شرکت‌های خارجی باید به گونه مدیریت شود که زمینه اشتغال برای مردم فراهم گردد. د قانون کیندنه په مسلکی او قانوني ډول باندې دا ډېرې ګټې لري. یو خلکو ته کې د کار زمينه برابر کیږي بل په علمي او تخصصي شکل باندې کیندل کیږي بل ضایعات نه ورکول کیږي او بل په ټوله کې د افغانستان اقتصاد ته ډېره ګټه ده. او که په عموم سره چیرته د افغانستان لوی معدنونه لکه د میسو عینک د وسپنې معدن او په تیر بیا د لیتیم معدن چې په ډیره زیاته اندازه سره د پدې کې خپانګونه او تخصصي کسانو ته په کار زمینه کې برابر شي نو ان شاء الله پراتونکو به د افغانستان د اقتصاد نقشه بدل کی. این در حالی است که بخش بزرگ از معدن کشور همچنان به صورت غیر معیاری و بدون نظارت لازم استخراج می شود. روندی که نه تنها منابع ارزشمند طبیعی را هدر می دهد بلکه منابع ملی کشور را نیز با خطر جدی روبرو کرده است. و در ادامه هم چند خبر کوتاه جهان. مقام‌های ایرانی میگویند که اعتراضات اقتصادی اخیر مردم ایران با هدایت عناصر خارجی به سمت خشونت کشیده شده است. آنان همچنان میگویند که اسرائیل و امریکا برنامه‌ریزی کردند تا با ایجاد ناامنی زمینه حمله به ایران را فراهم کنند. این در حالی است که اعتراضات ایران وارد 13مین روز خود شده است. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان از سیاست خارجی حکومت دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرد و از جامعه جهانی خواست اجازه ندهد نظم بین المللی به لانه رهزنان تبدیل شود. وی در اظهارات کمپیشینکی به اقدامات امریکا مانند ربودن و برکناری رئیس جمهوری ونزوئلا اشاره داشت. گفت که دموکراسی جهانی بیش از هر زمان دیگری مورد حمله قرار گرفته است. اشتاینمایر همچنان با اشاره به الحاق کریمیا به روسیه و جنگ در اوکراین افزوده که رفتار ایالات متحده نشان دهنده دومین گسست تاریخی است. یک روز پس از تصمیم امریکا مبنی بر اخراج از 66 نهاد جهانی، سازمان ملل متحد به این تصمیم امریکا واکنش نشان داد. این سازمان اعلام کرده که با وجود تصمیم تازه اداره ترامپ برای خروج از 10 نهاد جهانی به شمول چندین نهاد وابسته به این سازمان، این نهاد به اجرای ماموریت‌های محوله ادامه خواهد داد. انتونیو گوترش دبیرکل این سازمان از تصمیم امریکا در این باره ابراز تأسف کرد و تاکید کرده که فعالیت‌های سازمان ملل بر اساس تعهدات تصویب شده ادامه خواهد یافت. در همین حال سازمان عفو بین الملل نیز خروج ایالات متحده از 66 سازمان جهانی را تلاش کینه‌توزانه و بی ملاحظه دانست. این در حالی است که روز گذشته دونالد ترامپ خروج امریکا از 66 سازمان بین المللی را امضا کرد. از این میان 31 نهاد وابسته به سازمان ملل متحد هستند که بیشترشان در زمینه تغییرات
اقلیمی، صلح و دموکراسی فعالیت دارند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.